خبرهای اقتصادی امروز 21 دکتبر در پیام تیوی. در 11 ماه سال روان حجم عمومی گردش سودا در ولایت سوغد نزدیک 13 میلیارد و 900 میلیون سامانی و خدمات رسانی پولکی به 3 میلیارد و 700 میلیون سامانی برابر شده است. در این باره مقامات ولایت سوغد خبر داده گفتند که سرعت افزایش نسبت به همین دوره سال 2021 متناسباً 103 و 102.8% را تشکیل داده است. در همین حال گفته شده است که حجم گردش سودای خارجی ولایت در ماه ینور نوامبر سال 2022 به 2 میلیارد و 840 میلیون و 700 هزار دلار رسانیده شده. سرعت افزایش نسبت به همین دوره سال 2021 140.5% تامین شده است. حجم واردات 1 میلیارد و 892 میلیون و 700 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده نسبت به همین دوره سال قبلی 409 میلیون و 700 هزار دلار یا 27.6% افزوده است. صادرات محصولات از ولایت در این دوره 948 میلیون دلار را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته 408 میلیون و 900 هزار دلار یا 1.8 برابر زیاد بوده است. با گزارش وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان حجم عمومی بودجه دولتی تاجیکستان در ماه‌های ینور نوامبر سال 2022 حدودی 31 میلیارد سامانی یا خود کمی بیشتر از 3 میلیارد دلار را تشکیل داد که 3.6% زیادتر از نقشه تصحیح شده می باشد. درآمدهای برزیاد از نقشه تقریباً 1 میلیارد و 100 میلیون سامانی یا خود حدودی 110 میلیون دلار ارزیابی می شوند. بالاروی نشان دهنده های نقشه در نوبت اول از حساب پرداخت اندازهای اساسی، انداز از درآمدها، انداز از ارزش اضافه شده و اکسیس ها تامین شده است. حصه درآمد از پرداخت اندازها در حجم عمومی درآمدها 66% را تشکیل می دهد. با برزیاد اجرا شدن بودجه دولتی شاید تغییراتی وارد شده در ماه اکتبر تاثیر رسانیده باشد که موافق آن نشان دهنده نقشه از روی درآمدها از 33 میلیارد سامانی تا 32 میلیارد و 600 میلیون سامانی کم کرده شده بود. در همین حال کسری بودجه دولتی برای سال 2023 بیش از 1 میلیارد سامانی پیش بینی شده است که به 0.8% مجموعی محصولات داخلی جمهوری برابر است. دیروز 20 دکتبر در ناحیه شاه منصور کارخانه قالین‌های دوشنبه به استفاده داده شد. کارخانه عظیم قالین بافی از طرف صاحبکار وطنی نوروز عبداللطیف بنیاد شده است. طبق اطلاع مرکز مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان در کارخانه نوی استحصالی 500 نفر به جای کار تامین شده اند. فعالیت کارخانه نوی صنعتی در دو بست به راه مانده شده تعداد زیادی کارمندان را زنان و دختران محلی تشکیل می دهند. در کارخانه نوی صنعتی در یک شبانه روز 4500 متر مربع قالین با شکل و اندازه های گوناگون، نقش و نگار و طرح ملی و اروپایی استحصال کرده می شود. اقتدار سالانه کارخانه 1,500,000 متر مربع قالین را در بر می گیرد. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 21 دکتبر اعلان کرد. قرب روبل روسی بعد چند مدت بالاروی دوباره به طور قابل ملاحظه پایین رفت. بانک ملی تاجیکستان قرب 100 روبل روسی را 14 سامانی و 75 درم تعیین کرده است. در یک هفته پیش 100 روبل روسی به 16 سامانی و 20 درم مبادله می شد. مسئولین بانک ملی تاجیکستان شرح ندادند که قرب روبل روسی در برابر پول ملی چرا یک بار پایین رفت. موضوع پست و بلند شدن قرب روبل برای بیشتر عائله ها در تاجیکستان مهم است. نزدیکانشان از روسیه پول میفرستند و بانک های تاجیکستان به آنها پول سامانی می دهند. نزدیکان مهاجران از بالا رفتن قرب روبل خوشحالی داشتند ولی ظاهرا این خرسندی دیر دوام نکرد. امروز بانک ملی قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1020 سامانی و 85 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1085 سامانی و 16 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک های لندن 1818 دلار و 97 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برجه های لندن 79 دلار و 93 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برجه های نیویورک 76 دلار و 2 سنت
معامله شد.